سلام دوستان، با درس نوبتی زبان روسی از سلسله درس‌های آموزشی زبان روسی از طریق ویدیو خوش آمدید. امیدوارم که وقتی خوشی داشته باشید و خودکار و دفترتان را آماده کرده باشید تا این درس را بنویسید. در درس امروز ما درباره حرفی ی یا که ا صحبت میکنیم که چرا این حرف در زبان روسی در بعضی حالت ای تلفظ می شود و در بعضی حالت دیگر ای تلفظ می شود. همان گونه که در درس قبلی ما درباره تلفظ حرفی آ همراه شما صحبت کرده بودیم. خوب دوستان، همان گونه که گفتم ما در این درس درباره این صحبت میکنیم که چرا در کلمه های روسی ای می نویسیم و ای تلفظ میکنیم. برای این اول چیکار میکنیم؟ چند کلمه رو با ترجمهش اینجا برایتون می نویسیم. مثلا اینجا کلمه رو میبینید که ل تیت نوشته شده است که معنایش پرواز کردن است. این کلمه دو هیجا دارد، ل تیت و زده در بالای هیجای دوم یعنی تیت افتاده است و وقتی که زده بیافتد در هیجا، این هیجا بلندتر تلفظ می شود. مثلا ما لیتیت نمیگوییم، ما میگیم لیتیت یعنی هیجای دوم بلندتر دیده تلفظ شد. یا اینجا کلمه دیگر هست ر ویت نوشته شده که معنایش بانگ زدن، فریاد کردن است و این کلمه هم دو هیجا دارد، هیجای اول ر و هیجای دوم ویت و زده در هیجای دوم در هیجای ویت افتاده است و برای همین هم هیجای دوم بلندتر تلفظ می شود. نمیگوییم که رویت، میگوییم رویت. یا مثلا این کلمه دیگر رو میبینیم که وید را که معنایش به زبان خودمان ستیل است. این کلمه هم از دو هیجا عبارت است، وید و را. زده در هیجای دوم افتاده است یعنی در هیجای را، برای همین هم هیجای را بلندتر تلفظ می شود. ما مثلا نمیگوییم که وید را، ما میگیم وید را یعنی زده در هیجای دوم افتاده است و بلندتر تلفظ می شود، هیجای دوم. یا کلمه دیگر رو میبینیم بید را که این هم از دو هیجا عبارت است و معنایش ران است به زبان خودمان. هیجای اول بید و هیجای دوم را. ما نمیگوییم که بید را، ما میگوییم که بید را یعنی زده در هیجای دوم افتاده است و هیجای دوم باز بلند تلفظ می شود. یا کلمه دیگر رو میبینید که پیش خود نوشته شده است، معناش پیاده‌گرد و این کلمه از سه هیجا عبارت است، پ ش خود. همان گونه که میبینیم زده در هیجای سوم افتاده است که خود است. ما نمیگوییم که پیش خود یا نمیگوییم که پیش خود، بلکه میگوییم که پیش خود یعنی زده در هیجای سوم افتاده است و به همین خاطر هم بلند تلفظ می شود. هیجای یکم و دوم که در آنها زده افتاده است پستر تلفظ می شوند. یا کلمه دیگر رو می بینیم، کلمه پرخودیت که معنایش گذشتن است. البته اینجا نوشتنش پرخودیت است. اینجا هم که میبینیم زده در هیجای چندم افتاده است، آخرین در هیجای چهارم افتاده است که این علامتی زده است. ما نمیگیم که پر خودیت یا نمیگیم که پر خودیت یا نمیگیم که پر خودیت، ما میگیم که پر خودیت. زده در هیجای چهارم در هیجای آخر افتاده است و همین خاطر هم بلندتر تلفظ می شود. بیت حالا اکنون با سوال اساسی یعنی چرا در کلمه های روسی
ای می نویسیم و ای تلفظ میکنیم جواب بجوییم و جواب رو پیدا کنیم. خوب این کلمه هایی است که پیشتر براتون نوشتم و معناشون گفتم که لتیت است. لتیت از دو هیجا گفتیم عبارت است و زده در هیجای دوم افتاده است در بالای حرف ای و تلفظش چی می شود؟ لیتیت. ببینید در هیجای اول ل که هست، ای حرف ای زده در بالاش ندارد، تبدیل شده است به چی؟ به لی. تلفظش چی شده است؟ لیتیت. به خاطر چی لیتیت شده است؟ به خاطر که هیجای اول یعنی لی زده در بالاش ندارد. از این چونی خلاصه میکنیم که حرفی ای اگر در کلمه بالایش زده نافتد یعنی چی تلفظ میشده است؟ ای تلفظ میشده است. لیتیت در این کلمه. یا کلمه دیگر رو میبینیم که گفتیم ریویت، معناش فریاد کردن بود و این هم دو هیجا دارد، ریویت و تلفظش چی شده است؟ ریویت. به خاطر چی؟ زده در هیجای دوم افتاده است و در هیجای دوم ای تلفظ می شود. در هیجای اول که زده در بالاش ندارد حرفی ای یا که ای روسی چی تلفظ شده است؟ ای و شده است ریویت. یا کلمه دیگر رو میبینیم، کلمه ویت رو گفتیم که معناش ستیل است و این هم دو هیجا دارد، زده در هیجای دوم افتاده است بالای حرفی آ و تلفظ این چی شده است؟ وید رو. یعنی حرفی ای تبدیل به چی شده است؟ به ای شده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در بالایش زده ندارد، به همین خاطر ای تلفظ می شود. و در کلمه دیگر که بید رو نوشتیم و معناش گفتیم ران است، این کلمه هم دو هیجا دارد و زده در هیجای دوم در بالای آ افتاده است، حرفی آ و تلفظش چی شده است؟ بیت رو. یعنی در هیجای اول که حرفی ای بالایش زده ندارد تلفظ شده است ای و کلمه همش بیت رو تلفظ می شود. یا کلمه دیگر پیش خود می نویسیم اما تلفظ میکنیم پیش خود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هیجاهای یکم و دوم که ای دارن در بالایشان زده ندارن این هیجا، به همین خاطر هم ای در اینها ای تلفظ می شود، یعنی پیش خود. و کلمه دیگر رو می بینیم که کلمه پرخودیت است که گفتیم معنایش گذشتن است. در این کلمه گفتیم زده در هیجای آخر افتاده است که دیت است. هیجاهای یکم که پ هست و دوم ر و سیم خو در هیجاهای یکم و دوم حرفی ای در بالاش زده نافتاده است، به همین خاطر هم تلفظ شده است چی؟ تلفظ شده است ای. پی ری شده است و همه کلمه تلفظ شده است پیری خدید. پیری خدید. و به یادتون میارم که اینجا هم حرفی آ را ببینید که تبدیل به چی شده است؟ به ا شده است. در تلفظ در نوشت آ هست، در تلفظ ا شده است. این همون قاعده درس گذشته رو به یاد میارد که حرفی آ اگر در بالایش زده نافتاده باشد ا تلفظ میشه. و میرسیم به خلاصه این درس و این قاعده رو به وجود میاریم که میگوییم در کلمه های زبان روسی اگر زده بالای حرفی ای نافتاده باشد در آن صورت در بسیاری از چنین کلمه ها حرفی ای تلفظ می شود. ما نگفتیم که در همه کلمه ها، ما گفتیم در بسیاری از چنین کلمه ها. این به این معناست که این قاعده استثنا دارد، یعنی بعضی کلمه های هست در زبان روسی که اگر حرف ای داشته باشند و زده در بالایش نافتاده باشد هم ای تلفظ می شود. اما در بسیاری گفتیم از چنین کلمه ها حرف ای اگر زده در بالایش نداشته باشد ای تلفظ می شود.
دوستان، امیدوارم که این درس خوشتان آمده باشد و اگر این درس خوشتان آمده باشد در زیر آن علامتی کلاس یا که لایک یا که پسند را فشردن را فراموش نکنید و اگر خواسته باشید می توانید به کانال ما، یعنی به این سلسله درس های ما بپیوندید، یعنی عضو آن شید. برای این باید امضا کنید این کانال ما را، تا اینکه هر وقتی که درس جدیدی یا که مثلا نقطه نظری در زیر این ویدیوها نوشته می شود شما هم در جریان تحولات درباره این ویدیوها باشید. تا درس‌های بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم و خواهان موفقیت و پیشرفتی شما هستیم.